طرف خلافی که پسرش کرده. اینو میخوایم انجام بدیم. همین سکانس رو بازی کن. کی کدوم نقش بازی؟ من نمیدونم شما کی ویژه میشه آقا؟ آقا الان میخوای اون صندل اینجا بازی بکنی؟ آره چیه مگه؟ موافقی اجرا بکنی؟ آره آقا آره همون زنجیر باف. بله آقا اینا چی کار میگه بله. خود نه اونا با خاطر که میخوام با شما. الان شما ویژه کی میشه؟ اون دروشتره دیگه ویژه آقا من مثلا ویژه من مادر بیا اینا تیتراژ. شما پدر 3 بار ایشون در حال فرار کردن. من در حال فراری. اگر میشه اینور فرار کنم یا اونور؟ این الان کلفه. آره یه اسلحه هست. 3 تا ایس یه شلیک. این فرار کنم؟ آره اینور فرار کنیم. فقط اگر میشه سریع من وقت ندارم. 3 2 1 بریم. میشه چیه؟ تو خوب بگه چیه؟ یه ذره ادب گفت بله خلافکار هستی ولی پسر منی. آقا باشه از اون خلافکارایی که به پدر مادر اصلا خلافکارم باشی احترام میگذارد. دوستم باشی باید به پدر مادرت احترام میذاری. آفرین. این فیلمو دیگه اینطوری دست منو ببوس. آقا خیلی دیگه این از بابا من میگم سکانسو بازی کن. چیکار داری پیام داری میده پدر مادر فلان. بازی کنی. 3 2 1 اکشن. ویژه چیشه؟ که داغ میدیل سر بابانه ویژه میشیره در حرام کنه. پدر مگه چی گفتی؟ میشیرن حرام بودن شیر مگه؟ اما هر موقع چیزی میمادر نفری نبودی. آقا واسه ببینم مگه مادر به بچه شیر نمیده؟ خب تو چجوری شیرتو حرام میکنی؟ نه من شیر خوش کنم بدم. من تا یه مدت شیر آقا الان ما شیر نشتی شیر خوش بخورده بعد تا یه مدت فکر کنی از چرا انقدر درشت و فربه موسته؟ چرا؟ بعد از یه مدت داره دانو پاستیم. من ازت عذر میخوام آقا. به آقا عزیز منو نگاه کن. بزن 3 تا ایس یه شلیک اینو بکش من معرفی کنم به اون آقا بزن منو بکش برو باشه. برو آقا برو فرصت نیست. بریم 3 2 1 برید آقا. وایسا انزاکا بزهی دورسنی بعد از 3 تا بعد تازه من اگه ایس بگم 3 تا ایس یه شلی. اوکی آقا ببخشید یه 3 تا ایس. آقا بیا اصلا همین جای عوض کنیم. بیا برو موپو دارم شبیه ویژه بیشتر بابا. آقا شما اون پدر ریشه سیبیل داره شبیه پدره. سریع فقط انجام بدید. سریع انجام بدید. این چی بود افتاد؟ خب رگبار به واسه اون تیر زدون افتاد. خب بریم آقا بریم. اون بوسی حسین جان بریم. الان من چی بکنم؟ شما کار پدرتون انجام بدید. مرسی. اینا رو جب گرفت دیگه. بفرمایید 3 2 1 اکشن. پدر چیه؟ جایی درد داری؟ ببخشید میخواست بزنه؟ آقا میخواست بزنه به سره. چیه؟ از سره؟ آقا معذرت میخوام نشانه گیریم بد بود. چیه؟ بابا همچنان صدای تیره مکنم تیر خورم. آقا من یه خدمت شما بگم از نقشتون بیاین بیرون. مرسی پدر ویژه. خیلی ممنونم. شما به درد خیلی زوج خوبی میان. عالی. شما به درد بولک بشی. شما به درد سریال و کارگردانی کار ما اصلا نمیخورید. شما به درد هنر نمیخورید. ولی ایت زنگ بزن به اون کارگردان بگو اصلا 2 نفر بازی بگو. حالا من زنگ میزنم. تامجری هم بازی بگو. سفاره تامجری. آقا از خودت مایه بذار. من جری بوم من تام بوم. چشم من معرفیتون میکنم. شما برید زحمت بکشید اون پشت فرم از آقای عزیز ما بگیرید بنویسید. من امشب میدم. شما رو با آقای پورخانی دیگه تنها میذارم. خب باشه خیلی ممنون. یه دست خوشگل به افتخارشون بزنید. بسیار عالی. آقای پورخانی ببخشید دیگه ایشون اومدن من مزاحمت ما رو آوردی بالا ویژه کردی. تامجری خیلی عذر میخوای. بسیار ممنونم. یه دست خوشگل به افتخار آقای پورخانی بزنید. آقا مهدی جنبندی صحبتامون رو داشته باشیم. اگر یه دعا بخواید در حق مردم ایران در این بهار بسیار زیبا داشته باشید چه دعایی خواهید داشت و اگر صحبت پایانی دارید خواهیم شنید. بفرمایید. رفت من هستم. نه اینجا بمون من استرس بگیرم. بفرمایید
چی بکنم؟ دعا بکنم؟ یه دعای قشنگ. آقا برو دیگه برو. بفرمایید. یه دعای قشنگ در حق همه مردم فکر ایران. نمی‌کنم قشنگ‌ترین دعا یعنی قشنگتر از این دعا باشه که انشالله مشکلات همه مردم ایران حل بشه، الهی آمین. هیچ مریضی رو تخت نمونه و خدا به همه سلامتی بدن. به یه دست جانانه بزنید. الهی آمین. متشکرم از مهدی پورخانی. برای ایشون و همه عزیزان و هنرمندان هم آرزوی صحت و سلامتی داریم. از مهدی پورخانی در همین لحظه و همین ساعت و همین دقیقه و همین ثانیه باید خداحافظی کنیم و ادامه برنامه رو در خدمت شما باشیم. آقای پورخانی خیلی ممنونم. تشویق بفرمایید جناب آقای پورخانی رو. متشکرم. ممنونم از مهدی عزیز. و اما من قبل از اینکه برنامه بعدی رو اعلام کنم متشکرم. هدیه بدیم به شما. در جمع ما یک هنرمند بسیار خوب، یک همکار بسیار جان، همکار عزیزی که بارها و بارها از تلویزیون، رادیو صدای گرم ایشون رو شنیدید و خاطرات دارید با صدای ایشون در برنامه‌های مختلف خصوصا رادیویی. سرکار خانم شیرزاد. یه دست خیلی خوشگل به افتخار خانم شیرزاد، همکار بسیار خوب ما در صدا و سیمای مرکز گیلان. جانانه دست بزنید خواهش می‌کنم. درود بر شما. ان شاءالله ما در ادامه خانم شیرزاد رو هم خواهیم داشت و دقایقی با خانم شیرزاد هم صحبت خواهیم کرد که انشالله در خدمت این عزیز بزرگوارمون باشیم و بریم یک بخش هدیه بدیم به عزیزانی که قشنگ دست میزنن. محمد رضا داریم هدیه موسیقی داریم بریم بله. بعدش میخوایم مسابقه رو بذاریم. بعدش مسابقه خواهیم داشت که انشالله باید تقدیم بشه. عزیزانی که جایزه میخوان یه جیغ و یه دست و یه سوت و یه هورای بلند. خب همه جایزه میخوان. بذارید محمد رضا آماده باشه. الان قراره یه کار قشنگ پخش بشه. شما دست بزنید یک بار دیگه من انتخاب کنم. بزنید. آها اینطوری زورخونه ای شد. به به. با موسیقی. بله بله بله. به به چقدر زیبا. در وصف ایران درسته؟ بله در وصف سرزمینم ایران. من دارم نگاه میکنم. شما دست بزنید و این تصویر قشنگ رو هم ببینید و صدای زیبایی که در وصف سرزمین عشق ایران داره اجرا میشه. بله آقای محمدی درسته؟ کار قشنگ و زیبایی که در وصف سرزمین زیبای ما ایران. حالا یه جیغ بلند. خب ایران سرزمین عشق، سرزمین زیبای ما ایران. متشکرم. خب آقا خیلی ممنونم. کار قشنگی از آقای معتمدی که در وصف ایران بود. دست دوستانمون در اتاق فرمان درد نکنه، دست همه شما هم درد نکنه. قشنگ دست زدید. به جز این ما باز هم جایزه داریم. 3-4 تا دیگه جایزه داریم باید بدید. این جایزه رو اگر اجازه بدید تقدیم کنم به عزیز بزرگواری که مثل تک تک شما خوبان و عزیزان با ما همراه بود. دستت شاد بود، انرژی داد به ما و مثل همه شما و میگم حالا من و همه ما بالاخره دارید زیبا دست میزنیم و من ناچارم بالاخره یه نفر رو انتخاب کنم. این هدیه رو اگر اجازه بدید میخوام بدم به این آقایی که اینجا هستن. بیا قربونت برم، بیا فرداشم، بیا این آقای اینا دارم میان. بله بله بیا قربون شما برم. بفرمایید. ایشون دیگه واقعا دیگه
لاحق گرفتن این هدیه بود. بهشون اگر میشه لطف کنید. آقا مبارکتون باشه. درود بر شما. ما باز هم 3-4 تا هدیه دیگه داریم تقدیم خواهیم کرد. خب بریم یه بخش مسابقه داشته باشیم. اما خواهش دارم لطفاً بزرگواری بفرمایید. حتما تا پایان همینطوری انرژی باشین. هدایا رو دیگه بتونم تک تک بالاخره تا جایی که میشه تقدیم شما کنم. آقایان عزیز و بزرگوار ما 4 نفر ما نیازمند اینیم که دعوت کنیم ازشون و در مسابقه ما شرکت کنن. 4 تا آقا داوطلبانه به ما افتخار بده. اولین عزیز ما ایشون. بله تشریف بیارید. ایشون کاپشن زرد پوشیدن. بله حال شما قربان. بله تشریف بیارید. محمد جان به ما فضا میدید. شما کت پوشیده آجا بیا. نه آجا بله بیا قربان. بله تشریف بیارید. چی؟ هست بهتون میدید. شما بیا این اکثری بیا آقا بیا. یا الله حال شما چطوره؟ خوش آمدید. دیگه کیه اون ردیف از آقایون دیگه؟ از آقایون دارم انتخاب میکنم. از آقایون از اومد کدوم بر؟ آقا بفرمایید بالا. یه نفر دیگه هم حالا اگر بود بیان دیگه. اگر از آقایون خب متشکرم. یه بزرگوار دیگه هم هستن دارم میان. بله آقا پیشکسوت ما ماشاءالله یا الله خوش آمدید. درود بر شما. خیلی خوش آمدید. درود بر شما. خوش آمدید. چرا؟ خب دوستان بابا